بعد خوب میشه دیگه پیار من مرسلت نکنه به هر جا میرم میگه تو هیچ کاری به پایان نرسیدی لالا سکنیم شما لالا گلا شما تیاره فقط 1260 ریپه میشه پولای خوب 1260 ریپه 1260 ریپه 60 ریپه هم به خاطر از اینکه پیار شما و ما نداریم چه کار فعلونه بازم خدای سر شما 1200 ریپه میشه گلا شما دیگه کیف با خوبیه دیگه این گلا بیایم از پیش ما ببریم بفروشیم همینجا خود شما هم به شما یک چیزی میشه از اینکه بیکار باشیم هم ما هم یک چیزی میشه دیگه از اینکه بیکاری بری بر بگردیم پیار شما واقعا در دست شما خیلی ناله میکرد و میگفت که شما به هیچ کاری و درد از این نمیخوره هیچ کاری نمیکنه همین گلا را حداقل ببریم بفروشیم ای لالا دل خون ما چک چک میکنه گردنم بند باشه دل خون ما چک چک میکنه سال با 12 مامی پیار ما میتر نق نق میزنم تو جوانی لالا تو صبر کن تو میگی جوانی خب من انگار که زن دارم خب من انگار که زن دارم بخیر مثلا بچه مال اندازه کی بودن سعی کنیم لالا نه گپا میگو من انگار که زن دارم بچه امغت کی بودن من چی خبر دارم امغت تو خب هم قطع من انگار که بچی خب انال که من میگم پیار من میگه هنوزه خوشی تو خدا نداره تو باور میکنی پیار هم شاید راست بگه پیار تو از تو کده چند پیرانی و بیشتر پاره کده البته او بیتر میفهمه یعنی منظور تو از اینه که پیار من بیشتر میفهمه و البته میفهمه دیگه که یک چیزی میگه خب اگه پیار من میفهمه چرا پیرنا خود پاره کرده ناله دیگه من بسی سر میارم این سر بم خیره باشه او پیارتونه او بیتر میفهمه او آینده تو میفهمه که چی میشه تو 1200 ریپه بریم بدی دیگه خیر ببینی مقصد لالا تو جوانی خوب بازم تکرار میکنم کار کسی بیش عیبی نداره برو برای کار غریبی با خود لقمه نونی پیدا کو و حداقل تو زنم میده پیار تو بابا ما صد رقم کار براتون بابا من براتون من همون کار ما خوب بود پیار ما گفت نمیشه چه کار فلانه مگرم بری خوی تو جلال چه کار میکردی که با تو کار نمیصرفی ما بند تامون میفروختم دیگه هیچی پیار ما گفت برو خر دو جو سیوا کن جو دو خر سیوا کن یعنی تو جو دو خر هم سیوا کده نمیتونستی نه تونستم نه خرات هاشم یک زره هم بگره خود میکشیدم خب خلاص شده برو بار کنم بار کردیم ما خلاصه خیر بینیم ما خیر باشی ماما سماوری ماما سماوری بیاین لاله یک دقیقه بله ماما سماوری از شما نه بله لاله چای هم دارین حال خودم چای سپرام چای نداریم ما این قرمه پکاره چیزی بیارم نه قرآنم اگه تو بازم سعی کنیم اگه تو چای هفته بیاریم بازم سعی میکنم قرمه ما میشه کار کنم بیا حساب 35 پی سودا کردم یکی اینم داری پی نون خریدم 25 پی دیگه چی قرمه ما میشه کار کنم کم چای بود اگه چانس داشتیم خیلی بین گل بفشی ماما بله روز اوله
از صبح چند سودا کرده؟ ها از صبح 35. زن خونه داریم ماما. ماما چهار که بخوریم پولای هم از شما همینطور موزه که بیاین دم راست. خوبه برارم چشم آخه بینه. خوبه خداوند شما لالا عمر بده خیر بینیم برارم نونا خوش بی گردن و من تا نمیره. مردم حال گل میخرن موشا خونه هگوشنگی شیشتم لگتک بهزی میگن اینا برای گل میاین پیرم یک سرای به سر من میزنن که چی بگم همون بقلی از همه بیترتر بود از این به بعد هوا خوننگ بشه گردن همه بند باشه میته بقلی میخرن که چی بگم دل من نورم بزن بگو ارمان به دل ما بموند یک روز تو کار با پایان برسیدی دور به من هر جا ری کردم یک روز کار بکن با تو کی گفت اینا رو بخرم تو چه کار کنم نه خود شما گری خریدین گفتم گری خریدم گفتن اجازگی بست دازی چی فرق نخرم بابا چی فرق میکنه دیگه اجازگی که بخواد که چیزی کنه رو پس میاره گل برای تامین کنم چی قدر رنگ زردی و بدبختی داره یارشون کجایم؟ لو برادر بودم هو لالا یک دقیقه تشین پیش از این گل برده بودی؟ نه نفر دیگه بود برو جو درو دمی بچه ما گیله بیونده پیش پیاش ما گل برده بیده درو تاوشون به میافته واسه چرخ داده 4 ریپه سودا کرده 4 ریپه هم بخورده اینا رو پاس آوردم برو لالا من نویزنده کنار لگونا رو بردم دیروز سر چهت دادم یا خوش بابا خون دیروز نمیشه دیگه دیروز بردین دیگه گردنم من بچه خالانیه ببردم هرچی به تا شهر نو اسمی نده دروازه قندار دروازه خشک همه دمت دروازه ملک خوش کله همه ببردن چرخ دادم مرتکانه میخرم میگم ما چه مینا چه کاره فلان و بهمدانه انا یکم پیش ما بشکه 4 ریپه 35 ریپه خرج کردم بابا 5 دیگر بیا آدم دست نامه میگو همه که زبون میزنی بم کارم جرار باش زبون تو 44 گزه خود تو نمیخرم با کجا رای کنم که من فخشی من کار خود گردنم من باشه هفته و مال بسختم با زبون هم میزنی اشته زبونیه فقط فلفلیه تو به پیار خوزنگ برو خوزنگ بزی هم باشن زنگ بزنی گروه رو بله آن لالا می دیروز اپی شما گل بردم آنی ولک بیاردم یا که گلار بیاردیم پس بیر سویدو نمیکن 4 ریپی سویدو کرده ولک میگم این گلار پس برداره باور ندارم تو بزی نه لالا خدا نگهدار. سلام علیکم برو رشن تیاریم جان جوره خیریت تیاری شکر زنده باشین جور باشیم بگین که میگم همه بچه من گیلک سادی هم هست خوش ما میشناسیم ناجت چیزی نداره که ما شما تعریف توصیف کنم همین گلکاش من 2 روز تخم تمی بازار چخ کسی نخیده 4 ریپه سودا کرده میگه یک گلدون بش کسی 35 ریپه دیگر هم خرج کرده بخورده همین گلکاش من پاس آوردم برو جو ارز میگم پیش شما زری میکنم یالا کار نی یالا همین چیز نی برو کی گل بفروشه و چیز بگه مثل گرمیش بری و رفته و سیاه کرده با خدا میگه سیاه شده که دل زغال بری سیاه شده آفرین. دل من نمک ده با اولاد من دل من بابا حال گپ شما باور نمیکنم حال زغال نیه بگیم به زغالا زمستون بگیم زغالا زمستون دل همین زغالا زمستون برای که سیاه شده بدبخت گرمیش زغال. 4 ریپه صدا که 4 ریپه هم بخورده با یک گلدون هم بشکسته
بگیرین برار شما نه چه کار شما بچه شما نه چه کار شما نه چه کار شما نه برو برار نه انا بیا ان ما پیش برو خودشون استادیم یعنی گوشی میدن دست میدن که پلا کمر بدن خیر بینی که معذرت دیگه خوبه چشم انا سوی گوش کسی سوی چی میگه وای لالا بعدم پولو آخو خدا خداوند ما ماجتور به دین دنیا خواهد نکنه خیر بینی خدا با تو یک زن بده که یک ریپه میراث نداشته باشه برای که خیلی کنیم برای سلام علیکم رمضان. سلام علیکم. حال داریم بخیر سلامت شما خوبیم بخیریم سلامت زنده باشیم سلامت. چیکار میکنیم باز؟ همین بعضی برگا همین گلا زرد شده. همینا رو میکنم. چی گپای؟ در شما خیریته؟ به خدا قرار قراری لالا. چی عجب خبر از ما گرفتید؟ دیگه بیکاری دیگه دل ما به سر ما. چه کار سه چرخ شما دیگه به چرخه ها؟ سه چرخ دیگه هر باری که به تایبان نقطم تاون کن. هیچ اصلا نمون. هم پول تیل هم از کیسه خدا. چریته؟ نیه ولا کاربار نیه یکم ترباب هم خود شما میفهمید که اصلا نخره خراب میشه دیگه. بفهمیدین؟ انا همین تا یک دم گفتم باشه که برم پیش ما رمضان برم سعی کنم همین حساب همین گلا شما اشتنه اینا روزمزدوری میدیم دونگی میدیم اینا چی رقمه گفتم اگر از اینا یک چند تای برای ما بدیم من داخل مثل چرخ اینا رو بفروشم بلکه یک چیزی بمونه هم پرده چوچه پوش ما باشه یعنی خود شما ما هم داخل سه چرخ خب ببریم بفروشیم اینا رو؟ ها بچی که ما به طعم شهر بدیدم طعم گریا سه چرخا میفروشم انا گفتم که اگر برای ما بدیم من همین کارو میکنم خیلی خوب گپیه خود ما بچه‌ام هم میبرم به تا گری هم به تا سچرخ میبرم به دروازه خوش اسپی ندی بریبر بم تمام شهر بله اینا یک دوری میزنم میایم شکر الحمدلله 50 تا 40 تا 30 تا روزی که هیچی نفروشم 20 تا گلدون میفروشم بخول خوبه دیگه اگه شما مایم که همین کار بکنیم به هر رقمی که شما راضیین همینا که میفروشم همین گل فروشی در خدمت شما نه گل فقط دونگی میگیم که میخریم من برای شما میدیم اگه میایم به مزاربتی هم میبریم هیچ مشکلی نیه هر دونه 10 روپیه برای شما فقط میدم هر دونه فروختیم 10 روپیه از شما کلش گپ نیم همین کارو میکنم بیخی صحیح اینجا هم گل داریم خب اینا خود هیچی او گلا دیگه ما داخل گلخونه بدیدیم بله اونا رو هم بدیدم اونا همه گی تیار کرده آماده ای بخواسیم خود شما که برین داخل گلخونه